السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برای کل مسلمانان و مخصوصا برای آن انسان هایی که بازی پبجی بازی میکنند. بر آنها یک نواری تیار کردیم برای حرام بودن، یعنی دلیل. خوب دیوال را نظر بکنید برادران، همون خواهرانی که یا برادرانی که بازی فری فایر بازی میکنید، ببینید که در دیوال با زبان عربی نوشته شده است و آن را در ترجمه یعنی پیرواچی آن نوشته ها را بزنید. در آنجا در ترجمه می براید قرآن و در دوام میگذاریم که در اینجا ببینید برادران، در اینجا نشانه سکونجه، یعنی در داخل آن چی است؟ در داخل آن یک چشم است. یک چشم این علامت چیست؟ ببینید یک چشم، این یک چشم علامت مسان ها هست. مسان ها کیا هستند؟ مسان ها دجال پرستان هستند، یعنی آنها بر آمدن دجال را انتظار هستند تا که بر آنها پیروی کند، یعنی به دجال آنها همین مسان ها پیروی کنند. پیشکی اینها تیارگری دیده ایستادند برای بر آمدن دجال. برای همین خاطر تمام نشانه های خود را یک چشمه می سازند. یک چشمه این نشانه مسان ها هست. این نشانه ساتانیسم هست. ساتانیسم کیست؟ ساتانیسم پیروی شیطان، یعنی شیطان پرستان است. اینها در این بازی ببینید که هم نشانه دجال پرستان وجود دارد و هم نشانه شیطان پرستان. سبحان الله، من در تعجب هستم. ببینید که در این بازی با رقم ها 3 رقمی 6 وجود دارد. این رقم ها چگونه رقم ها هستند؟ این رقم های مخصوصی مسان ها یا که بگیم ساتانیسم ها هستند. هست که مقصد آنها این رقم ها را در هر جا استفاده نمیبرند، در چیزهای مخصوص آنها استفاده میبرند. خب در سمکه، در شبکه، در سلاح، در تمام چیزها آنها نشانه های شیطانی دارند. حتی در داخل همین هم ببینید یک شیطانچه وجود دارد و این شبکه هایی که همون انسان ها مقصد بازینگرا میخرند استفاده میبرند، یا که در سمکه ها. برادران از الله بترسید. سبحان الله، این بازی چقدر چیزهای علامت های حرام دارد. نخواد شما چشمان شما اینقدر کور باشد که این بگیم نشانه ها را شما ندیده باشید، باز از ما حرام بودن آن را مقصد پرسان میکنید که دلیل بیار. ببینید در اینجا هم مسان ها نشانه خود را گذاشتند و هم ساتانیسم ها، شیطان پرستان و دجال پرستان نشانه های خود را گذاشتگی هستند. مگر همین دلیل برای حرام بودن این کفایه نیست برای شما؟ برای این کفایه نیست؟ مسان ها را اگر شما ندانید کی بودن آنها را میتوانید از اینترنت، از یوتیوب، از گوگل، از دیگر چیزها میتوانید مقصد درباره آنها گوش کنید یا که بخونید. درباره ساتانیسم هم همچنین. اینها یعنی اینها کی هستند؟ اینها بی خدایان هستند. اینها بر الله باوری ندارند. اینها از اتئیسم هم بدتر هستند. برای چی؟ برای اینکه اینها شیطان را پرستش میکنند. اینها شیطان پرستی میکنند و آن مسان ها باشد دجال پرستی میکنند، یعنی یک چشمه. یک چشمه کی هست؟ یک چشمه دجال است که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره آن خبر داده است که دجال 2 چشم دارد، یکی از آنها کور است. اینها همون دجال را اله خود یعنی خدای خود میدانند و برآمدن آن را انتظار هستند. مسان ها برای همین در هر نشانه یک چشمه را میگذارند. از الله بترسید، از این بازی ها دوری جویید.